اندر بیان فضیلت ماه شعبان. در این موضوع کمی صحبت میکنیم، بعد با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی میپردازیم اندر بیان تفسیر قول الله سبحانه و تعالی از سوره کافرون و سوره نصر و مسد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. او سبحانه و تعالی را سپاس و ستایش میکنیم و از او سبحانه و تعالی مغفرت میخواهیم از او سبحانه و تعالی از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناپسند و ناشایسته امان. به سوی او سبحانه و تعالی پناه میبریم. به درستی که هر کی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند، و هر کی را الله سبحانه و تعالی اگر گمراه بسازد، هیچ کسی او را هم هدایت کرده نمیتواند. و شهادت میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست، یگانه است، شریک ندارد. و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. درود و سلام فراوان بر او صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یارانش باد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله سبحانه و تعالی آنچنان که شایسته پرهیزگاری است پرهیز کنید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. اما بعد، به درستی که راستترین کلام الله است و بهترین راهنما این راهنمایی محمد صلی الله علیه و سلم است، و بدترین امور در دین این نوآوری هاست، بدعت هاست. اختراع نوآوری در دین است و هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی در آتش. ای برادر و خواهر گرامی، امروزها و این ماها که از ما و شما سپری میگردد، باید تلاش نماییم که به کارهای صالح و نیکو چنگ بزنیم و در هر روز و در هر ماه افضلیت ترین آن روزها را استفاده برده با سوی الله سبحانه و تعالی نزدیک بگردیم و در آنچه که برای ما سودای سودمند است از آن بهره بگیریم. به درستی که سعادتمند کسی است که خود را با الله سبحانه و تعالی پیوند کرده است و اطاعت و فرمانبرداری او را کرده است. اگر چند گناه کرد، اگر چند معصیت کرد، باز به سوی الله سبحانه و تعالی باز بگردد. اگر چند امروز گناه کردی، لحظه نگذشته با سوی او سبحانه و تعالی توبه نمود. به درستی که او سبحانه و تعالی توبه پذیر و مهربان است. چگونه که مشاهده میکنیم برادران و خواهران گرامی، الکی ماه رجب هم گذشت و هر کی در این ماه رجب کارهای صالح و پروردگار نزدیک شد، پس نزدیک شد و پیروز گردید. و اکنون امروزها و این ایام نزد ما این روزهای دیگری پیش می آید. تا این روز را، این ماه را ما هم پیشواز بگیریم. این مهمان کریمی که امروز به قدم های اولین خود را میگذارد، که دلهای ما به سوی آن محبت میکند و نفس های ما احساس آن را می نماید، این ماه شعبان است. ماه شعبان از ماه‌هایی است که از عقیب آن ماه رمضان است. از عقیب این ماه مبارک رمضان است و بسیار نزدیک است و زمینه آن رسیده است که ما امروز این ماه را استقبال بگیریم. و این ماه خود یک ماه یا که یک موسم است که دارای فضیلت هاست. امروز که شعبان آمد، ماه رجب رفت، شعبان آمد و فردا دیدی که ماه رمضان هم داخل شد. ماه شعبان ماه خیرم هست که در این ماه هم اعمال صالح باید انسان انجام بدهد.
در این ماه انسان به سوی خیرها قدم بنهد. که این ماه یک ماه مبارک است که انسان اعمال خود را آماده میکند با ماه رمضان. چون در همین ماه الله سبحانه و تعالی ماه رمضان را بر دوش این امت فرض قرار داد که این ماه رمضان ماه واسطه تقوا و بالاترین مرتبه ها و نزدیک شدن به سوی پروردگار رب العالمین است. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزه ماه رمضان برای شما فرض گردانده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چون که بر پیشینیان شما فرض گردانده شده بود، لعلکم تتقون، باشد شاید که شما از زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. پس این ماه فرصت است برای صالحان، یک میدان است برای بندگان صادق الله، تا برای انجام کارهای صالح ما توشه آماده می‌سازیم با اطاعت و فرمانبرداری از او سبحانه و تعالی. در بیان گرفتن توشه و اطاعت و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی با یکدیگر مسابقه بکنیم و تلاش نماییم که این ماه‌ها را از دست ندهیم، ماه‌های خیر را. چگونه که خیرهای زیادی را ما در ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته از دست دادیم، این ماه‌ها رو دیگر از دست ندهیم. ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که وقتی که به انسان فرصتی برای نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و اطاعتش پیش می آید، یک کار کاملا عاقلانه از آن است که زود این کار را و این فرصت را غنیمت بشمارد و شتاب کند و آن را به تأخیر هم نه اندازد و فردا هم نگوید. باید این فرصت را غنیمت بشمارد، با سببهای آن چنگ بزند، سببهای آن را برای خود فراهم بیاورد. به خاطر آنه که اراده انسان ضعیف است، زود سست می شود و کم هم می گردد. باید در این راه استوار بماند و الله متعال هر کسی را که در خیر رو برایش بکشاید و این بنده آن در خیر و غنیمت نمی شمارد، جزا می دهد و بین قبول اراده اش مانعه قرار می دهد که دیگر نمی تواند آن خیر را به دست بیاورد. این جزای او بنده می گردد. ابن قیم می فرماید در دوام که پس هر کی به دعوت الله و رسولش هنگامی که او را به چیزی که زنده اش می کند دعوت می کند، می خواند، جواب ندهد، الله بین او و دل او و اراده اش یک حائل، یک دیواری را می افکند. دیگر توان اجابت آن را قرار نمی گیرد، نمی تواند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده، استجیبوا لله، اجابت الله و رسول الله نمایید، به الله و پیامبرش پاسخ گویید، جواب دهید. اذا دعاکم لما یحییکم، هنگامی که شما رو به چیز دعوت میکنند، به چیز میخوانند که شما رو زنده میگرداند. واعلموا ان الله یحل بین المرء و قلبه، و بدونید ای بندگان که الله بین انسان و دلش یک مانعی می اندازد. و انه الیه تحشرون، و این که به سوی او سبحانه و تعالی برگردنده هستین. پس ای بندگان الله، از موسم‌های اطاعت و خیر و برکت‌ها این ماه شعبان است. این ماه بزرگ و یک موسم کریم است.
یک موسم های اعمال صالح، ماهی است که مردم بین رجب و رمضان از آن غافلند و در این ماه تنها کسانی عمل میکنند که الله سبحانه و تعالی او را برای رسیدن به رضای خود توفیق داده باشد، توفیق بخشیده باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان بسیار روزه می داشتند، آنقدر از شعبان روزه می گرفتند که از دیگر ماه ها نمی گرفتند. در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم حتی نقول لا یفطر. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان روزه می داشتند که می گفتیم وای افطار نمی کند، و یفطر حتی نقول لا یصوم، و چنان افطار می کردند که می گفتیم وای روزه نمی دارد. فما رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل الصيام شهر الا رمضان. میگوید رسول الله را ندیدم و هیچگاه ندیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یک ماه را پره روزه گرفته باشد جز ماه رمضان. و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، و هیچگاه ندیدم که در ماه بیشتر روزه بدارد بجز ماه شعبان، بجز این ماه شعبان. حکمت بسیار روزه داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم در شعبان این است که این ماه است که مردم از آن غافلند. این ماه است که اعمال بندگان در این ماه به سوی پروردگار برده می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتند که اعمالش در حال بالا برده شود که روزدار باشند. و صحابگان کرام رضی الله عنهم، صحابگان کرام رضی الله عنهم از آن که او تا آنچه اندازه یا تا آن اندازه از روزه شعبان را اهمیت میداد در تعجب می افتادند، در تعجب افتادند و از او درباره سیر حکمت آن پرسیدند و او صلی الله علیه و سلم مقصد غایه خود را برایشان روشن کرد که اعمال در آن با سوی الله سبحانه و تعالی بلند برده می شود. از اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت است که گفتم ای رسول الله، نمی بینم که در هیچ ماه چنان روزه بگیری که در شعبان میگیری. فرمودند ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماه است، ماه شعبان ماه است که مردم بین رجب و بین رمضان غافلند، غافل میمانند. و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. و این ماه است که در آن ماه اعمال به نزد پروردگار جهانیان بالا برده می شود. فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. و دوست می دارم که اعمال من برداشته شود به نزد پروردگار در حالی که من روزدار باشم. روایت احمد و نسائی و البانی این حدیث رو حسن خوب گفتن. از بس که این روزه ماه شعبان یک تمرین، یک مشق، یک عادت دادن نفس برای ماه رمضان است. روزه داشتن آن مانند سنت های مؤکده ای که پیش از نمازها خوانده می شود، انسان برای نمازهای فریضه عادت میگیرد و قوی میگردد، مثل همون است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة صلاته. به درستی که اولین چیزی که در روز قیامت از بندگان از اعمالش پرسیده میشد این نمازش است. فإن صلحت، اگر که نمازش کامل گردید،
فقد صلح و انجح. اگر نمازش کامل گشت، اگر نمازش درست باشد، راستا باشد، نجات می‌یابد و نجات کامیابی رو به دست می‌آورد. و این فسدت فقد خاب و خسر. و اگر فاسد گردد، اگر فاسد باشد، ناامیدی و هلاکتی بر بالای او می آید. فإن انتقد من فریدته شیء قال رب عز و جل. اگر چیزی از فریضه ها از او کمبودی ها بگردد، کمبودی داشته باشد، قال رب عز و جل، پروردگار میفرماید انظروا هل لعبدی من التطوع. بر بنده ام نظر، بر اعمال بنده ام نظر نماید، آیا بنده من یگام اعمال تطوعی دارد، اعمال های نافله دارد؟ فیکمل بها، کامل کرده می شود با این اعمال های نافله آن فریضه هایی که در آن کمبودی کرده بود، و تمام عمل های او مثل اینم قرار میگیرد، مثل روزه. پس ای برادران اسلامی و خواهران گرامی قدر، برای علما بیان کردن که برای انسان مکروه است، حرام است که عادت روزه داشتن را ندارد، ولی که یک روز یا دو روز پیش از رمضان را روزه بدارد. روزه شک میگویند این را. در صحیح از ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند لا تقدموا رمضان بصوم. با روز، یک روز یا که دو روز پیش از رمضان را، ولا یومین بیوم ولا یومین، شما یک روز و دو روز پیش از رمضان را روزه ندارید. گفتند لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان یک روز دو روز پیش از رمضان شما روزه ندارید. الا رجل کان یصوم صوما، مگر آن کسی که روزه می داشت، عادت روزه داری داشت. از همین سبب است که روزه داشتن روزی شک من شده است. و از عمار رضی الله عنه روایت است، گفتند من صام یوم الذی یشک فیه الناس، کسی که روزه را روزه بدارد که مردم در آن شک دارند که رمضان است یا که رمضان نیست، فقط عصى ابا القاسم، بدرست که نافرمانی کرده است ابا القاسم را، یکی محمد صلی الله علیه و سلم را. پس روز شک این همان روز است که در آن شبهه می شود که آن رمضان است یا که رمضان نیست. می‌فرماید که بعضی از سلف چنان که ابن رجب رحمت الله علیه ذکر میکند، برای تمرین، برای مشق دادن نفس و عادت کردن آن با اطاعت، در رمضان ماه شعبان را ماه قاریان مینامیدند. ماه شعبان را ماه قاریان مینامیدند، زیرا آنها اگر ماه شعبان می‌درآمد، این ماه را با کثرت مشغول تلاوت قرآن می‌شدند. سلمه ابن کحیل رحمت الله علیه می‌فرماید که میگفتند ماه شعبان ماه قاریان است. اگر ماه شعبان می‌درآمد، این ماه را ماه قاریان میگفتند. عمرو ابن قیس رحمت الله علیه وقت شعبان می‌درآمد، دکانش رو میبست، محکم میکرد و خود را پوره به قرائت قرآن اختصاص میداد. بعضی از سلف ماه رجب را ماه کاشتن دانه نامیدند، شعبان را ماه آب دادن آن و زراعت، و رمضان را ماه درآیدن آن بیان کردند. و الله رحمت کنه کسی را که گفته است رجب گذشت و تو در آن نیکی نکردی، و این از ماه مبارک شعبان
و ای کسی که وقتت را در راه جاهلی گذرانیدی و با همراهش وقتت را تباه کردی، بیدار شو. بیدار شو و از این هلاکت بترس. پس ای بنده الله، با دلها و اعمال خود به سوی الله سبحانه و تعالی روی بیاوریم. این دنیا یک راه است برای آخرت. اگر در این دنیا نیکی کردی نجات میابی و اگر در آن بدی کردی هلاک میگردی و از زیانکاران میشوی. از ابو سلمه روایت است که میفرمایند که سمعت عایشه، از عایشه شنیدم رضی الله عنها تقول، میگفت کان یکون علی صوم من رمضان. شنیدم که عایشه رضی الله عنها میگفت بر ذمه ام روزه از ماه رمضان میماند، فما استطيع ان اقضیه الا فی شعبان. من نمیتوانستم توان قضا داشتن آن رو نداشتم مگر در ماه شعبان. روایت بخاری و مسلم. حافظ ابن حجر میگوید که تؤخذ من حرصها على ذلك فی شعبان. از این رو یعنی او عایشه رضی الله عنها خیلی حریص داشت، خیلی حریص بود که قضاهای ماه گذشته رمضان را که داشت در شعبان ادا میکرد. از این فهمیده می شود که جایز نیست قضای رمضان تا وارد شدن رمضان گذاشته به تأخیر انداخته شود، باید حتما قضای آن گرفته شود. و عایشه رضی الله عنها میگوید که لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ ماه را بیشتر از ماه شعبان در دیده روزه نمی داشتند. روایت بخاری. و همچنین بخشیده شدن گناهان در نصف ماه شعبان. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی لا يطلع في ليلة النصف من الشعبان. البته که الله متعال در شب نصف از ماه شعبان نظر می افکند، بر همه مخلوقاتش نظر می کند. فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک. تمام خلقش را گناهش را می آموزد مگر شخص مشرک را، کسی که شرک به الله می آورد. او مشاهین. مشاهین کسی که با مسلمان قهر میکند، با او دشمنی میکند، با او در دل دشمنی دارد. روایت ابن ماجه و البانی خوب دانستند. پس ای برادران و خواهران گرامی، شایسته است که مؤمن اکثر وقتش را غنیمت بشمارد و از ساعتهایش را در کار خیر در این ماه‌های نیکو صرف کند. هر اعمالی که میتواند سبب نزدیک شدن بنده با پروردگارش بگردد آن کارها را انجام بدهد، از نماز، از روزه، از زکات، از عمره، نگاه داشتن رابطه خویشتواری، نیکی بر بیوزنان، به یتیمان و فقیران، به مسکینان، حفظ کردن نمازهای 5 وقته و جمعه، جماعت و تمام طاعت عبادتی که انسان را به سوی الله نزدیک میکند. از الله ترس داشتن، از او هیبت داشتن در آشکارا و نهانی و نیکویی به پدر و مادر و خویشاوندان، نیکویی بر همسایگان، نگاه داشتن عضوها از گناه و معصیت، از لغزش‌ها و همچنین
اعمال خود رو با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی انجام بدهد. و از آنچه که برای ماه شعبان فضیلت نسبت میدهند بعضی از مردم که نه در سنت پیامبر ثابت شده است، نه در قرآن ثابت شده است، و از این باید انسان برحذر باشد، چون هر نوع آواره در شریعت در اصل آن بدعت و گمراهی است. هر نوع آواره در شریعت این ادعای اصلاح شریعت است. متهم کردن شریعت بر نادانی و که جاهلی است. و چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در میانه این ماه بعضی از مردم عملهای نو اختراع کردند، مانند آنکه شب نصف شعبان را مخصوص برای نماز قیام شب تعیین میکنند، بدون اینکه این شخص ها غیر این روزها را نه شب زنده‌داری میکنند نه احیا میکنند. با ذکر و دعاهای مخصوص این شبها را شب زنده‌داری میکنند، یا که این شبها را شبهای بخشش، نمیدونم شبهای بخشش ظلم ها و دیگر چیزا قرار میدهند، هیچ اساسی در شریعت ندارد. پس این گونه اختصاص دادن این شبها که شریعت بیان نکرده است این بدعت حسابیده میشود در دین و گمراهی میآورد. هر بدعت گمراهی میآورد، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. پس حکمت روزه ماه شعبان، ابن رجب رحمت الله علیه میفرماید که روزه شعبان چون تمرین، یک مشق برای رسیدن بر ماه رمضان است، تا اینکه انسان در این ماه مبارک رمضان به سختی ها دچار نشود. قبل از این خود را عادت کننده باشد، آماده باشد، با روزه شعبان لذت و شیرینی روزه را چشیده باشد. این هنگام است که با یک فعالیت قوی روزه رمضان را با تقویت پوره روزه می دارد. در لطائف المعارف. پس احکام شب نصف شعبان از ابن باز رحمت الله علیه گفته است که برای روزه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام شعبان را، اکثر از این ماه شعبان را روزه می داشتند، بیشتر از این روزه می داشتند. اما حدیث دیگر است که پس از نصف شعبان را روزه ندارید، این حدیث هم صحیح است، چون که شیخ ناصرالدین البانی این را تصدیق کردند. و مقصد این حدیث این است که بعضی از مردم خاص نصف از این ماه را، نصف آخر این ماه را روزه می‌دارند به خاطر فضیلت درجات چیز دیگری که اساس ندارد. برای همین قدر در این حالت، در این مورد این چیز منع شده است. اگر کسی روزه می‌دارد بیشتر از ماه رمضان، ماه شعبان روزه می‌دارد. و چگونه بین حدیثی که اگر نصف شعبان شد روزه نگیرید و بین حدیثی که او صلی الله علیه و سلم شعبان رو با رمضان پیوست میکرد جمع کنیم؟ چگونه که ابن باز در والفراز بیان کردن، این منع که در این نکته که نصف شعبان روزه نگیرید برای کسی است که بعد از نصف اول روزه‌گیری رو سر می‌نماید. اما کسی که قبلا روزه گرفته بود از اول ماه شعبان برایش اشکال ندارد، ادامه بدهد، مشکل ندارد در این. پس آیا مستحب است که
روز نصف شعبان مخصوص بر روزه قرار داده شود. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که مخصوص کردن روز موافق به نصف شعبان یا که اختصاص دادن روز از این روزها این مکروه است و برای آن هیچ دلیلی هم وجود ندارد. و حکم جشن گرفتن شب نصف شعبان چیست؟ ابن باز رحمت الله علیه فرمودند که از نوآوری هایی که بعضی از مردم آن را اختراع کردن پیدا کردن، این نوآوری و بدعت جشن گرفتن شب نصف از شعبان است. مخصوص کردن این روز با شب زنده داری یا که روزه داشتن این شب، که برای این عمل هیچ دلیل صحیح ثابت نیست، نه از پیامبر نه از صحابه. هیچ دلیل نیست که ما با آن تکیه نماییم و این کار انجام بدهیم، که در بیان فضیلت آن بعضی از احادیث وارد شدند که ضعیف هستند، از رسول الله ثابت نشدند. پس حکم مخصوص گردانیدن شب نصف شعبان با نماز و روزه، چون که ابن باز گفتن هرچی در بالای فضیلت نماز شب این شب نصف از شعبان آمدهش همشون موضوع است، نه که حدیث های ساخته شده هستند، هیچ صحیحیت ندارن. بارک الله فیکم. این است نقطه هایی که در این موردی ماه شعبان ذکر یادآوری کردیم. اگر که سلامت زنده باشیم درس دیگر انشاءالله که ما در بیان فایده های ماه شعبان که بعضی از علماها بعضی از رساله های خاصی را در بیان فایده های ماه شعبان ذکر کرده هستند، از این انشاءالله که با همراهی شمایان صحبت خواهیم کرد باذن الله تعالی. فایده های ماه شعبان در ذکر خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. این بود بیان ماه شعبان، آنچه که وابسته بر این بود. بارک الله فیکم. اکنون میگذاریم با تفسیر قول الله سبحانه و تعالی، تفسیر سوره مسد. اول از تفسیر سوره مسد شروع می نماییم. تفسیر سوره مسد و سپس سوره بعدی و سوره بعدی و بسته بر تواناییمان انشاءالله که از این سوره های مبارک به سمع شما انشاءالله که تلاش میکنیم که این سوره های مبارک رو برسونیم، چون فهمیدن این کلام الله سبحانه و تعالی برای ما نور میبخشد. سوره مسد نامگذاری شده از این سوره به سوره مسد. اولا نام های سوره توقیفی است، یعنی که توقیفی این سوره ها را الله سبحانه و تعالی نامگذاری کرده است، چون در خود این سوره آمده است فی جیدها حبل من مسد. مسد ذکر شده است. و همچنین سوره تبت هم گفته می شود، این اجتهادی است. و سوره ابی لهب هم گفته می شود، اجتهادی است، چون تبت یدا ابی لهبی و تب آمده است. و عدد ترتیب این سوره ها، عدد آیات های این سوره، سوره مسد 5 آیت است.
و در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن این 6 سوره است و ترتیبش در قرآن باشد 111 سوره است و موضوعات این سوره مبارکه بیان ابی لهب و زوجه اش، همسرش، و بیان مسیر اینها و مقصدهای این سوره مسد این است که بیان هلاکت صاحبان، صاحب نسبان، صاحب منصبان که اهل کفر قرار گرفتن، اهل عداوت به دین قرار گرفتن و غرضهای این سوره مبارکه در برگیرنده هلاک ابی لهب که دشمن الله و رسول الله است، که دشمنی سخت بر رسول الله داشت، بر این رساله مبارک داشت، با آنگونه دشمنی میکرد که حتی کار و فعالیت خود را ترک میکرد، از رسول الله پیگیری میکرد تا که دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، دعوت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم رو فاسد بگرداند و مردم رو از راه ایمان و تقوا و پرهیزگاری و این راه صدق و باوری بر این رساله باز بدارد. و این سوره مبارکه این ابی لهب رو با همراه همسرش یک وعید قرار داد. آن آتشی که در جهنم بر او قرار میگیرد و همسرش رو در آنجا قرار داد. یک عذاب دردناک شدیده و آن بندی که حیزوم میکشید در آتش جهنم با آن جزا و عذاب کرده می شود. مناسبت این سوره مسد بر سوره قبلیش، سوره نصر که می شود، که در سوره نصر بشارت رسول صلی الله علیه و سلم با نصر بر کافران در این دنیا و سپس سوره مسد آمد اندر بیان عاقبت کافران. سوره قبلی بشارت پیامبر، سوره نصر، و سپس سوره مسد عاقبت کافران و هلاکت آنها در آخرت که این ابو لهب و همسرش است. پس مناسبت اول سوره با آخر سوره، الله سبحانه و تعالی در این سوره مسد شروع نمود بر یک وعید شدید به ابو لهب و با اتمام رسانی این سوره رو بر یک وعید شدید به همسرش جمیل، چون این جمیل همسر ابو لهب نیز بر رسول الله آزار و اذیت های، شکنجه های بزرگ همه داد. و این سوره مبارکه از بزرگترین دلیل هاست بر اعجاز قرآن و صدق نبوت رسول صلی الله علیه و سلم. بیان ذکر ابی لهب و همسرش که اهل هلاکت هستند. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک با دستان ابو لهب که رسول الله صلی الله علیه و سلم آزار و اذیت میداد و هلاک شد خود او، و تب، هلاک تام شد، بدبخت شد. و این آیه کریمه بیانگر آن است که تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک با دستان ابو لهب که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت میداد، هلاک شد خود ابو لهب. این است که از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که رسول الله از صالح ترین مردم بود، ولی خانواده او از نزدیکان او از بدترین مردم ابو لهب بود.
بیانگر آن است که امی پیامبر بود الهی برای او فایده نبخشید. و الله فرمود سیصلی نارا ذات لهب، سیصلی نارا ذات لهب، به درستی که بر او یک آتش میرسد، به درستی که بر او یک آتش میرسد. بر این ابولهب خبر داد بیان شقاوت بدبختی این کس را به سبب ایمان آوردنش در ظاهر و در باطن، نه پنهان و آشکار. این قوی ترین دلیل است بر نبوت او صلی الله علیه وسلم. و امرأته حمالة الحطب، و زنش هم چیز در آتش است. پس هر گناهکاری، هر بدکاری، هر دشمنی بر دین الله سبحانه و مکانش آتش و عذاب علیم خواهد بود. پس تبت ید ابی لهب و تب، هلاک باد دستان ابی لهب و خود ابی لهب نیز هلاک باد. این سوره کریمه تبت ید ابی لهب و تب هلاک بود خود ابی لهب و تمام وجود او نیز در آتش می سوزد. هلاک بود. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، در حالی که مالی که به دست آورده بود برایش فایده نبخشید. پس این ابولهب چون گفتم این عمه رسول صلی الله علیه و بود، دشمنی سختی بر رسول الله میکرد. رسول الله آزاد اذیت سختی میداد، نه ایمان آورد، نه رسول الله را ترک کرد. این بود که این ابی لهب که عمه پیامبر بود، این خویشتباری او بر او فایده نکرد. برای هیچ کسی خویشتباری نسب و حسب فایدهش نمیدهد. الله مذمتش کرده، مذمت عظیم، یک عار، یک بدی، یک هلاکت تام در روز قیامت برای او بود. تبت یدا ابی لهب، هلاک بود دستان ابو لهب، شقی و بدبخت بود. و تب، هلاکت تام و خود او بود. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، مال او، ثروت دارایی او برای او هیچ فایده نبخشید. آن مال و ثروت دارایی که داشت او را سبب طغیانش گردید، سبب هلاکتش گردید. این مال و ثروت داراییش. و این مال و ثروت داراییش او را از آتش جهنم نجات نبخشید، بلکه بر وی نازل شد که سیصلی نارا ذات لهب، به زودی به آتش شعله‌وری خواهد درآمد. از تمام جنبه های او آتش جهنم برای او خواهد رسید. و امرأته حمالة الحطب، و زن او نیز به دوزخ می دارد، که زنش یک زن حیزم کش بود. در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم حیزم خار جمع آوری میکرد تا بر رسول الله آزار و اذیت برساند. این زنش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار بر کثرت عذاب میداد. هر دو یکدیگر را در دشمنی بر اسلام کمک میکردند، یکدیگر را در عداوت بر اسلام و پیامبر و این رسالت دستگیری میکردند که شر آنها بدی آنها پرقوتر شد. و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، فی جیدها، که در گردنش حبل، یک ریسمون، من مسد، مسد از لیف، پوست خرما.
که با آن ریسمان در دوزخ برداشته می شود و بر پایین ترین گودان جهنم انداخته می شود. پس در این سوره مبارکه یک آیت عظیم است از آیه های الله سبحانه و تعالی. الله این سوره را نازل کرد و ابولهب و زنش در حالی که در قید حیات بودند، زنده بودند، و خبر داد که اینها، این دو کس که در قید حیات هستند، در آتش جهنم چنان عذاب خواهند شد و عذاب آنها حتمی خواهد بود و نجات هم نخواهد یافت. اینم از امور غیبی است که الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه بر ما خبر داد. سوره مسد. برای همین این سوره مبارکه برای ما و شما یک هشدار می نماید که دشمنی بر اسلام جز هلاکت چیزی نمی آورد. مال و ثروت دارای انسان برای انسان هیچ فایده نمی دهد اگر در دین نباشد و عذاب شدید برای او خواهد رسید. هر دشمنی اگر چند بزرگوار هم باشد و همچنین از نزدیکان این دشمنان که دشمنی بر اسلام میکنند، آنها در این شامل میشوند که در جهنم برای آنها کسی فایده نخواهد رسانید، کسی بر او فایده رسانید نمیتواند. این از بیان تفسیر سوره مسد. اما سوره بعدی که سوره نصر هست، سوره نصر، پیروزی، در این مورد هم انشاءالله که اولا در بیان مقصدهای این سوره، کجا نازل شدن این سوره صحبت میکنیم، سپس می‌داریم به تفسیر این سوره. سوره نصر که نصر نام دارد، پیروزی نام دارد، توقیفی است. بیان کتاب الله و رسول الله بیان کرده هستند. و همچنین سوره اذا جاء هم گفته می شود، اجتهادی است. سوره اذا جاء یا که سوره فتح هم گفته می شود، اینم اجتهادی است. سوره فتح که عدد آیات های این سوره، سوره نصر 3 هست و در مدینه منوره نازل شده است و ترتیب نازل شدن این سوره از آخران سوره است، 114 سوره است. اما ترتیب این در قرآن باشه 110 سوره است. و این سوره مبارکه موضوع فتح مکه و واجبات رسول الله صلی الله علیه وسلم و نزدیک شدن اجل او را بیان می‌نماید. و مقصد این سوره مبارکه، سوره فتح، سوره نصر، بشارت رسول الله بر نصر است، بر خاتمه یافتن رساله مبارک اوست، هنگامی که شریعت کامل شد، پرره شد. بیانگر این است. این سوره مبارکه، سوره نصر، یک فتح بزرگ را، فتح مکه را با عزت بر مسلمانان بخشید و اسلام در جزیره عرب منتشر شد و سران شرک و اهل شرک شکست خوردند. این یک فتح مبین است، عظیم است و مردم در این دین، در دین اسلام بعد این فتح گروه گروه داخل اسلام شدند، چون که خود این سوره بیانگر آن است. و پرچم اسلام بالا شد و ملت شرک و کفر شکسته شد و این بود که این خبر فتح مکه
بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از دلیل های ظاهرترین صدق بر نبوت او صلی الله علیه و سلم است که خبر رسید که حتما مکه بر شما فتح خواهد شد. مناسبت این سوره مبارکه با سوره قبلیش که سوره کافرون است، هنگامی که الله سبحانه و تعالی رسولش رو امر کرد در سوره کافرون که براءت بجوید از کافران و مشرکان، از دین آنها، سپس او را وعده نمود که بر تو حتما ای محمد فتح و پیروزی خواهد آمد و پیروان تو زیاد خواهند شد. و این سوره مبارکه با امر به نبی صلی الله علیه و سلم شروع شد در حالت نصرت الله بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان و نصرت دین اسلام و بیان این که هنگامی که نصرت آمد، پیروزی آمد، تو بر الله استغفار نما و شکر و سپاس او را نما. و این آخران از سوره‌هایی است که در مدینه منوره با حسب ترتیب مصحف نازل شدگی است. و آخران سوره است که کامل نازل شدگی است، پورا نازل شدگی است. و همچنین این سوره مبارکه اشاره بر وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ویدا گفتن رسول الله این دنیا را هست. و تنها در این سوره مبارکه بیان فتح و نصرت ذکر یادآوری شدگی است. و این سوره مبارکه چگونه که بعضی از صحابه رضی الله عنهم از نزدیکان عمر رضی الله عنه این رو تفسیر کردن، فرمودن که به درستی که ما امر شدیم هنگامی که الله بر ما فتح پیروزی را داد، حمد و شکر و سپاس او سبحانه و تعالی و تسبیح او را بگوییم و بر او سلام و درود بفرستیم و از او طلب استغفار نماییم و بر او نماز بخوانیم. بر فتح پیروزی که بر ما می آید. و همچنین امرهایی که در آن فضیلت است، نیکویی هست، باید به اتمام بیاید به استغفار بر او سبحانه و تعالی، به نماز، بر حج و غیر از اعمال نیکو. چون الله سبحانه و تعالی پیامبرش را امر نمود با حمد و استغفار نمودن و بیان آن است که اجل رسول الله الکی نزدیک شده است و رساله او الکی کامل شده است و او از برای آمادگی به لقای الله سبحانه و تعالی آمادگی دیده است. اما تفسیر این سوره مبارکه، سوره نصر که گفتیم به معنای پیروزی است. نصر این پیروزی، اذا جاء نصر الله والفتح، چون یاری الله، پیروزی الله بر بالای کافران قریش بیاید، پیروزی الله بر مؤمنان بیاید، بر این کافران قریش. این سوره کریمه یک بشارت، یک امر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای حاصل شدن یک امر عظیمی. بشارت بر نصر رسول صلی الله علیه و سلم و فتح مکه و داخل شدن مردم به دین الله سبحانه و تعالی گروه که بیشتری از آنها از اهلش، از نصرت دهندگانش که از دشمنانش بودن اسلام آوردند
امری که بعد آن حاصل شد و نصرتی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنان داد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو میبینی مردم رو بعد فتح مکه، بعد آنه که الله پیروزی را برای شما آورد، مردمان رو گروه میبینی بعد این اسلام داخل میشوند. و سپس الله بر پیامبر امر کرد فسبح بحمد ربک. سپس بعد این پیروزی، بعد آنه که مردم گروه داخل اسلام شدند، پس الله رو حمد سپاس ستایش بگو. فسبح بحمد ربک، حمد و سپاس و ستایش پروردگارت رو بگو ای محمد و ای امت محمد. بعد این پیروزی الله پیامبر رو امر کرد که سپاس و ستایش او رو بگو و حمد او رو بگو و از او استغفار بطلب. فسبح بحمد ربک و استغفر، استغفار بطلب. بشارت است که این نصرت مستمر خواهد بود، این نصرت بردوام خواهد بود برای این امت تا روز قیامت. اگر انسان ها تسبیح ذکر یاد الله سبحانه و تعالی را و حمد او را بگویند و از او طلب استغفار نمایند، این از شکر واقعی. چون الله میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر و سپاس الله را نمایید، الله بر شما زیاده میدهد. به درسته که این شکر و سپاسی که در زمان خلفای راشدین آنها انجام دادند، این نعمت برای آنها داده شد که در زمان آنها نصرت بر کثرت زیاده شد. حتی اسلام بر تمام شرق و غرب، بر بالای تمام دینها غالب گشت. در دین اسلام چنان مردم زیاد داخل شدند که در غیر از ادیان داخل نمیشدند. حتی اینکه این امت از مخالفت نمودن امر الله بر مخالفت نمودن امر الله پرداختند و واقع شد آنچه که بر بالای این امت از ابتلا و امتحانها از تفریقه جویی قرار گرفت. امر آنها پراکنده شد. پس برای این امت، برای این دین، رحمت الله و لطف الله چنان آمده است که بر فکر اندیشه کسی نمیگذارد. و گفتیم چون بیان کردیم این سوره مبارکه همچنین اشاره بر آن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم موعد و وقت رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و واخوری پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با الله سبحانه و تعالی بر آسمان رسیده است. چون از آخران آیه های مکی بود که کاملا نازل شد. فتح را الله سبحانه و تعالی بر بندگانش داد، سپس پیروزی را و سپس امر بر شکر و سپاسگزاری او سبحانه و تعالی و سپس قبض جان رسول صلی الله علیه و سلم. این است بیان سوره نصر که به معنای نصرت الله سبحانه و تعالی می آید. اما سوره کافرون باشد، اندر بیان سوره کافرون که الله این سوره را با قل یا ایها الکافرون شروع میکند، بگو ای محمد بر این کافران، قل یا ایها الکافرون، بر این کافران بگو. پس این سوره مبارکه چگونه که معلوم است سوره کافرون گفته می شود، توقیفی است. قل یا ایها الکافرون، به خاطر آنکه الله بر پیامبر امر کرد که بگو بر کافران.
کافرون. و همچنین این سوره مشقشقه نمیگویند، اجتهادی است، چون نفاق و کفر و شرک را از توحید چکار میکند؟ جدا میکند. و این سوره بیان امر الله سبحانه و تعالی بر رسولش است که بر مشرکان، بر کافران اعلان نماید، بر مشرکان آشکار اعلان نماید اینکه آنچه که آنها عبادت میکنند رسول الله نباید آن را عبادت نماید و عبادت نمیکند، از بت‌ها و از سنگ‌ها و از هر چیزی که هست. و این سوره عبادت هم گفته می شود، اجتهادی است. و همچنین سوره دین چه میگویند، چون لکم دینکم در آخر آیت اومده است، لکم دینکم ولی دین، دین شما از خودتون، دین من از خودم. عدد آیات های این سوره 6 تا هست و در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن این 18 سوره است، اما ترتیب آن در مصحف 109 سوره می باشد. و موضوعات این سوره مبارکه، سوره کافرون بیان واجب بودن براءت بیزاری از کافران و دین آنهاست. بیان واجب و فرض بودن براءت بیزاری از کافران و دین آنهاست. براءت از کافران و اهل کافران. این سوره کافرون این سوره توحید است، براءت از شرک است، بیزاری از ضلالت است. و مشرکان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت نمودند، دعوت به یک صلح نمودند، از او صلی الله علیه و سلم طلب نمودند که رسول الله اله آنها را یک سال عبادت نماید و آنها اله پیامبر صلی الله علیه و سلم را، الله را، یک سال عبادت نمایند. پس این سوره سپس نازل شد، این اعمال شرکی و کفری و سخنان زشت آنها را رد کرد. و در اینجا جدایی بین اهل ایمان و بین اهل اوثان و شرک را تقسیم کرد و بر اهل کفر رد کرد و بر فکر اندیشه آنها نیز آنها را نیز رد کرد. پس مناسبت این سوره با ما قبلش، هنگامی که الله سبحانه و تعالی سوره کوثر را ذکر کرد که بعد این سوره کوثر است، کسانی که رسول الله را بد می‌دیدند از کافران، در حال این سوره کافرون نازل شد. رسولش را امر نمود که اعلان نماید بین کفر و اسلام جدایی اندازد اکنون. برای همین با ندا شروع کرد، قل بگو، قل یا ایها الکافرون، ای کافران. تکرار بر آمد و در آخر آیت با لطف و آسانی گفت لکم دینکم ولی دین. دیگه آنگونه که من این رساله را برای شما کامل رساندم و شما را بیم دادم از این اعمال کفریتان، از این اعمال قبیحتان و در این تقصیری هم نکردن. اگر قول ما را شما قبول نمی کنید، پس من رو بگذارید، من در دین خودم باشم، شما در دین خودتان باشید. و این سوره مبارکه مستحب است که پیش از خواب خوانده شود. و این سوره براءت بیزاری از شرک است و این سوره چهارک قرآن نیز در بر میگیرد، چگونه که سوره اخلاص سیاق قرآن در بر میگیرد، این چهارک قرآن در بر میگیرد. قل یا ایها الکافرون، بگو بر کافران. و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بین سوره کافرون و سوره اخلاص در موضع‌های آنها را جمع میکرد، چون در سوره اخلاص توحید است، توحید عملی است. سوره اخلاص توحید عملی است. سوره کافرون توحید علمی است. لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمیکنم آنچه که شما عبادت میکنید. برای همین در اینجا جدایی است بین آن کس که الله را عبادت مینامد، بین آن کس که عبادت نمیکند. کسی که الله را عبادت مینامد، کسی که غیر الله را عبادت مینامد.
در حالی که هر دو اقرار می‌کنند که الله ربی پروردگار همه چیز است، یکیش الله رو عبادت می‌کنه، دیگرش با همراهی الله کسی دیگر رو عبادت نمی‌نماید. این جدایی است تو خوره. لا اعبد ما تعبدون. عبادت نمی‌کنم آنچه که شما عبادت می‌کنید. قل یا ایها الکافرون، بگو ای رسول برای آنان، برای کافران که به الله و رسولش ایمان نآوردن، ای کافران. پس کافر و کافر گفته می‌شود. لا اعبد ما تعبدون، من چرا که شما میپرستید از بت‌ها، از معبودان باطل نمیپرستم. چیزی را که شما عبادت میکنید من آن را عبادت نمیکنم. لا اعبد ما تعبدون در حاضر، ولا انا عابد ما عبدتم در آینده همچنین آنچه که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم. پس این سوره منهج اصلاحی است. قبول نکردن هیچ راه روش مگر راه روش کتاب و سنت. بارک الله فیکم. و به این باطل بودن منهج آنها. اما تفسیر این سوره مبارکه، سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون، قل بگو بر کافران، آشکار روشن بگو، قل یا ایها الکافرون ای کافران، لا اعبد ما تعبدون من عبادت نمیکنم آنچه شما عبادت میکنین. براءت بجو از آنها، از دین آنها، از منهج آنها، از راه روش آنها، در ظاهر در باطن. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نیز چیزی را که من میپرستم عبادت نکنن. از معبود برحق شما عبادت نمیکنید و در آنچه که معبود برحق را عبادت میکنید در آن اخلاص ندارید، در آن عبادتتون اخلاص ندارید، چون بغیر با همراهی الله کسی دیگر را نیز عبادت نمی‌نمایید. عبادت شما الله را با شرک است و عبادتی که با شرک است و عبادت شما نمی‌شود. برای همین بین این دو فرقه جدایی، بین اسلام و شرک، بین این دو طایفه، لکم دینکم گفت ولی دین در آخر آیات، دین شما از شما، دین من از خودم. دین شما از خودتون بود، دین من از خودم بود. برای همین در جا چی فرمود؟ ولا انا عابد ما عبدتم، و من پرستنده چیزی که شما میپرستید نیستم. آن چیزی که شما از باطل عبادت میکنید من پرستنده آن نیستم. آن چیزی که شما در عبادت الله شریک میآورید با الله من از آنها نیستم، بلکه من الله رو با اخلاص عبادت مینمایم. اما ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نیز پرستنده چیزی که من میپرستم با اخلاص الله رو عبادت میکنید، شما از جمله آن نیستید. و این آیه کریمه نازل شده است در حق آن شخصانی که الله میدونست که آنها ایمان نمیآورند، آنها از دین روی گردون هستند، سرکش هستند، با الله شرک میارند در عبادتش. برای همین چی فرمود؟ لکم دینکم ولی دین، شما رو دین خودتون، از آنچه که پیروی دارید از باطل، از آنچه که عبادت خود را با شرک آمیخته نمایید، از آنچه که در عبادت خود اخلاص ندارید، از آنچه که عبادت خود را با شرک، با عبادت غیر الله آمیخته میکنید، دین شما از خودتان بود. بعد آنه که حق را قبول نکنید بمیرید با آنچه که در آن کفر و شرک ضلالتی هستید. ولی دین، پس دین من که دینی برحق است، غیر آن دینی ندارم، غیر آن الهی را عبادت نمیکنم و اله را با اخلاص عبادت میکنم، چون الله ما را با این امر کرده است. غیر این دین دیگر رو طلب ندارم.
این از تفسیر سوره کافرون. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اگر یگان سوال باشد، سوال داشته باشد مرحمت کنید. اگر سوال باشد به سوال شما جواب میگردم، اگر نباشد درسی و تفسیر از این سوره کافرون، سوره نصر و مسد به اتمام میرسانیم از این کتاب های مبارک. و جزاکم الله خیرا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما هم سلامت باشید، در خیر باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارك الله فيكم ورحمة الله. جزاک الله خیرا، بارک الله فیکم. السلام عليكم. أنا عندي شنو قبل أولي درس الجري. درس الجري تفسير تجربي. بارک الله فیک برادر گرامی. درس‌های تفسیر است در یک هفته یک بار می شود. درس‌های تفسیر است در یک هفته یک بار می شود. و همچنین درس‌های عقیدوی است، درس‌های فقه است، درس‌های عقیدوی، درس‌های فقه و همچنین بیان آداب‌های طالب علم. حاضر درس رفته ایستاده است، آداب طالب علم و اصول سنت امام احمد ابن حنبل صاحب مذهب رحمت الله علیه. و هر درس از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین که به نزدیکی تمام کردیم، درس آن روانه کرده می شود. و همچنین دیگر درسایی که وابسته بر موضوعاتی که مردم بر آن نیاز دارند. مثلا امروز در بیان فضیلت، قبل از شروع شدن درس در بیان فضیلت ماه شعبان شروع کردیم صحبت کردیم. درس دیگه هم انشاءالله در فضیلت های آن صحبت میکنیم انشاءالله. فایده های این ماه که بعضی از سال ها است. و همچنین ماه رمضان که نزدیک هست، ما انشاءالله که تلاش می‌نماییم که یکم رساله ها و درس ها تشکیل شود برای ماه رمضان، فضیلت آن، احکام آن و همچنین هر مسائلی که واسطه بر ماه رمضان است آنها را با همراه شما انشاءالله که درس میکنیم باذن الله تعالی. انشاءالله. اگر سوالی باشد بنویسید، من با سوال شما جواب میکنم در اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوبی ناز هستید؟ الحمدلله، الله حفظ کنه، الله شما را حفظ نماید. استاد ماه شعبان را مثل رمضان یگان روز نخورده داره ممکن است؟ نه ممکن است. تمام ماه شعبان روزه گرفتن ممکن است. برای همین گفتم که تمام ماه شعبان را روزه گرفتن این علما مکروه گفتند. یگان ماه را رسول الله با جز ماه رمضان کامل نمی گرفتند روزه، اما بیشتر از ماه شعبان را روزه می داشتند. بیشتر از ماه شعبان را صلی الله علیه و سلم روزه می داشتند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چند روز می خوردند، چه می داشتند؟ بیشتر از ماه را روزه می داشتند صلی الله علیه و سلم. بیشتر از این ماه را میتونید که بیشتر از این ماه را روزه بدارید، اما آخر این ماه را که یک روز دو روز پیش از رمضان است اینها را روزه داشتن درست نیست، چون پیامبر من که صلی الله علیه و سلم استاد السلام علیکم و رحمت گروهی سوال و جواب رو میکردید، من گروهی سوال و جواب رو رای کردم و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. من گروهی سوال و جواب داد داخل شوید و با سوال های خود جواب پیدا کنید. اگر سوالی باشد مرحمت کنید.
خیر همین درساتون تیاره شما را خوش نمیدونم کم روش کنید خیلی سخت تیار کنید. جلوی به جای خوابی نمیوی خواه میتونست خود گفته میرو همیشه میخزی میخی شده که باخر نشده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ولی چگونه که مثلا حوزه ما درس تشکیل کرده است مثلا همین گونه اگر باشد اشکال ندارد. استاد مثلا مرد است درس میده اشکال ندارد. چگونه که ازم خمیخ درسوی مثلا درسازی رفته است از خارا اشتراک میکنن گوش میکنن امر جایز و رواست اشکالی ندارد. بهتر است که با خواهران جواب بدهد. مثلا اگر درس ها شبانه مثلا اگر گروه عمومی باشد مثلا خواهرها باشد بدون یگون فتنه اشکال ندارد. ولی اگر که از فتنه به خاطر زمان ما زمان خیلی فتنه شدگی است از فتنه دور بودن بهتر است که انسان مثلا خواستن اگر درس قرآن باشد اگر مثلا خواندن در پیش اصول باشد خواهرها هست الحمدلله خواهرها درس کنن درس قرآن درس تجوید اگر که مثلا پرسیده شود و قرآن خوانی کرده شود خواهرها هستن الحمدلله نیازی در پیش برادر خوندن نیست. مادامی که خواهرها هستن باید بر خواهرها درس بخونید. عقیده اگر زبان عربی باشد مثلا گوش بدهید اشکال ندارد. در زبان عربی هم در عقیده هم هست الحمدلله خواهرها هم هستن. گفتم که چگونه مثلا درس میشد هم درس شده ایستادن همه بودن درس اشکال ندارد. اگر گروه باشد مثلا نیازی به سوال شد مثلا استاد وظیفه بدهد شما وظیفه را تیار نمایید بر وظیفه را تیار نمایید با استاد بسپارید اشکال ندارد. گروهی تنها زنها باشد اگر و جزاکم الله خیرا. استاد سوال دیگر مثل مردهای بیگانه را نه تا استادهای مردک گویم از برای الله دوست می‌دارم. بهتر است که این گفته نشود به سبب فتنه نشدن به سبب در فتنه کشاده نشدن از برای الله دوستت می‌دارم نه اگر از بخاطر الله سبحانه و تعالی مثلا استادی که مثلا درس می‌دهد درسای دینی هست مردم به سوی نیکی راهنمایی نماید یک کس را به خاطر الله دوست می‌داری دوست داری به خاطر الله این ممنوع نیست. ما دوست داری به خاطر الله داریم به خاطر غیر الله داریم با به خاطر میدونم نفس همچنین هر چیز دیگری اشکال ندارد. اشکالی ندارد. مؤمنان برادر همدیگر هستند. همدیگر را به خاطر الله دوست می‌دارند و به خاطر الله همدیگر را کمک می‌نمایند و دشمنان را به خاطر الله بد می‌بینند و به خاطر الله از آنها دوری می‌جویند. و جزاکم الله خیرا.
الله سبحانه و تعالی حافظ نگهبان ما و شما باشد. الله شما را در پناه عصمتش نگاه می‌دارد و از همه شر و بدی ها ما و شما را نگاه می‌دارد و حفظ کند. جزاکم الله خیرا.